پیامبر اسلام 13 سال در مکه بودن، دائما مورد آزار و شکنجه، بعضی از اصحابشون مثل سمیه و عمار کشتن، عده‌ای ناچار شدن به هجرت به حبشه بکنن، عده‌ای هجرت به مدینه کردن، خود پیغمبر رو خواستن بکشن، نصف شب با ابوبکر فرار کرد و از کنم هجرت فرمود. بعد به مدینه هم که رسید باز او رو رها نمی کردن. بالاخره جنگ احزاب به پا کردن، تمام احزاب عرب رو برشوراندن که اینها مدینه رو محاصره کردن که خداوند نجات داد مسلمان ها رو. خب پیغمبر در اون شرایط چیکار بکنه؟ باید با اینها مقابله بکنه، دفاع بکنه. و قرآن کریم فرموده اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم، و اجازه قتال به مسلمان ها داده شده چون مورد ستم و ظلم و هجوم قرار گرفتن. در باب این که ایشان میگوید که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تشریف بردن مدینه، مکه جنگ احزاب رو انداختن، یک سره بیهوده میگه ایشون، هیچ کاری نداشتن اهل مکه با ایشون، خوشحال شدن که ایشون رفته. اما 70-80 نفر بودن اینها، ظرف 13 سال 60 تا 70 نفر مسلمان شدن. اینها 70 تا صبحونه میخواستن، 70 تا نهار میخواستن، 70 تا شب میخواستن، جا برای زندگی میخواستن، لباس میخواستن، هیچی نداشتن. تنها راهزنی یک سره ایشون داره حقایق امور رو، یک ذره وجدان علمی هم چیز بدی نیست. من اجازه بدید که برگردیم به مورخ کبیر طبری، من ببینیم که ایشون که از مکه تشریف بردن آیا عربا حمله کردن؟ عرب 2 حمله دفاعی کردن. بعد از قتل عام بزرگان قریش در جنگ بعد، ابو سفیان آمد عرب جمع کرد و جنگ احد بود که کاملا دفاعی بود از نظر ابو سفیان، و جنگ خندق بیشتر از 30 جنگ و خونریزی بود که اینا کردن، دنیا رو اینا خراب کردن. آقا بعد از این در حالا من میخونم قسمتتون، لطفا توجه بفرمایید، اینو من ننوشتم، مورخ کبیر عالم اسلام که تکیه دارد بر واقدی ها و دیگران که پیش از او بودن اینجا نوشته. خوب گوش کنید هموطنان، من میخوام شما این رو ما بهانه قرار بدهیم که قضایا رو به طور زنده ببینیم چگونه ذهنیت است. این ذهنیت میگوید چون پیغمبر، تاریخنامه طبری صفحه 93 عرض کنم که مجلد اول از اون سری 3 جلدی، یک 5 جلدی هم داره. چون پیغمبر علیه السلام از مکه برفت، مکیان گفتند که ما برستیم. گفت رفت، ما راحت شدیم چون بی اندازه توهین میکردن و مسلمان ها اینا به فحش میدادن به این خدایان اینا. ما برستیم یعنی راحت شدیم از این گرفتاری. و پیغمبر علیه السلام نگذاشت که ایشان بیاسودندی، نه که جنگ احزاب کردن اینا رفتن سراغ ایشون، نه. و پیغمبر علیه السلام نگذاشت که ایشان بیاسودندی و خدای عزوجل او را بر قصد دست گشاده کرد و جهاد فرمود. چون به مدینه آمد آیت فرستاد و گفت اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم الی آخر. به محضی که به مدینه رسید بکشید، بگیرید، دستگیر کنید، محاصره کنید، انقدر بکشید تا توبه کنن و زکات بدن و نماز بخونن. و آخر آیه میگه الله غفور الرحیم. آقا چه غفوری چه رحیمی؟ این همه دستور کشتن و خشونت میده، غفور الرحیمه. امضای آخر غفور الرحیم والله سمیع علیم. در محتوای آیه 1000 جور دستور ضد بشری و آدم کشی و عرض میکنن که محاصره و غارت است، آخرش غفور الرحیمه. چه غفور الرحیمی آقا؟ ما رو گرفتین، ما بیچاره کردین، ما رو شما دستم بر نمیدارید. دیگر فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، یعنی بزن و بکش این کفار فلان، اینو به اینا سخت بگیر.
میگه که این جنگ احزاب رو انداختن. کجای کاری پدر سید؟ گوش کنید. و آیت‌های جهاد بفرستاد و آیت‌های احتمال یعنی تحمل و صبر منسوخ کرد. گو اصلا تحمل اینا رو منسوخ، اینا کشتن درسته، اون که میگفتم صلح و مصالحه باشه غلطه. جنگ احزاب درست کردن. بقیه‌اش را بنگرید. خوب این عبارات کوتاه، چون نثر سامانی نثر ایجاز و اختصار هست، زیاده گویی نمی کند. در اون عبارت کوتاه شما باید مطلب رو بگیرید. پیغمبر علیه السلام همان در اون سال هجرت از مدینه لشکر فرستاد. نگفته قریش لشکر فرستاد مسلمان رو اذیت کنه، نه، پیغمبر علیه السلام همان در اون سال هجرت و راه ها بگرفت تا کاروان همین شکستند و همی بردند. یعنی مجاهدان اسلام کارشون راهزنی و غارت بوده. مختصر بگم خدمت، همی بردند و صبر و آرام و قرار از ایشان بشد. یعنی از کی؟ از این قریش بیچاره و مکی‌ها. تاجر بودن آقا. صبر و آرام و قرار. کمپ تروریستی درست کرده بودن در مدینه. خب مدینه شهر آرام زیبایی بود، پربرکت. به محض کمپ تروریستی تبدیل شد به سر بریدن، هر روز سر این دستش سر اون دستی، توبره پر کله می اومد، خون تو بازارها میریخت. 800 نفر رو نمیدونم تو بازار جای کسب و کار مردم سر بریدن. و تعجب میکنیم که در افغانستان در میدان فوتبال چالان میکردن. حالا چالان معنی دیگری داره، آن آدم میکشتن. خب اون زمان هم در مدینه جای کسب و کار، جای شادی و نشاط، جای خرید. گودال کندن شدن سر بریدن نخن تو گودال. البته اینجوری نبود، اینجوری بود. ضربت مالکشی بعد از 1500 سال. من بقیه مطلب رو میخونم. این وحشتناک که واقعا مو به تن انسان راست میشه از این جنایات. خب صبر و قرار آرام از ایشان بشد و کس از مکه سر بیرون نتوانست کردن. از مکه کسی جرأت نمیکرد دست این تروریستا پاشو بیرون کن، سرش بیاره بیرون. و به هیچ راه هیچ کاروان نیارست رفتن. هر طریقی بود اینا سرش گرفته بودن غارت میکردن و میکشتن. جنگ احزاب رو انداختن. آخه بابا یک ذره وجدان علمی هم خوبه دیگه. با پدر جان بخون تاریخشو. دنبالشو ببینید. و پیغمبر علیه السلام بسیار غزوها کرد، بعضی به تن خویش رفت و بعضی دیگر بعضی لشکر فرستاد. یاران خویش از مهاجر انصار تا سال دیگر که غزو بعد کردند، چون پیغمبر را دستور آمد که مشاهر کن. آیت آمد، همین آیه که ان الذین یقاتلون فلان اینا آمد. خب این قصهش بوده. در مجموع جنگ ها و خشونت هایی که کردن، دو تا از اینها، دو تا به قول بادکوبی به دلیل گفت دو تا. یکی جنگ خندق بوده که آمدن شر اینا رو کم کنن. یکی جنگ احد بوده. یکی به ما یه جنگ نشون بدید که اونا علیه اینا لشکر کشن. تمام جنگ ها اینا حمله میکرد. بعدم که گرفتن مکه رو، فتح مکه شما فکرشو بکنید. یعنی به ضرب شمشیر آدمایی که نمیخواستن مسلمان بشن از وحشت جانشون مسلمان شد. یعنی استدلالای خداوند الله مکه اونقدر روحانی، اونقدر معنوی، اونقدر مستدل نبود که اعراب قبول کنه. فتحشون کردن آخرش. فتح مکه. مثل چنگیز خان فتح خوارزم مثلا. آقا چه اللهی درویش. الله اون خدایی که ما میشناسیم یا فکر میکنیم هست. مثلا یک کلام بگه تمام دنیا کن فیکون میشه. بابا جان این همه خب زدن و کشتن قبایل رو و منقاد کردن که اینا پول از اینا بگیرن تا فتح مکه. در تمام این سالها 10 سال 2 جنگ اونا دفاعی کردن به انتقام کشته شدگان بدر
که بزرگان قریش بودن که آمده بودن کاروانش نبوده بودن جنگ کنن. ابوسفیان پیغام داد که دزدان مدینه اینجا گردنه رو گرفتن، کمک بفرستید. تعدادی آمدن، ضمن کسانی که آمده بودن جنگ کنن با اینا یکیش عباس عموی پیغمبر بود، یکیش عقیل برادر علی بود و چند تا قوم خویشای دیگه. زندگی اینها از کاروانی میگذشت، از بازرگانی از کنار دریای سرخ به شام. چی شد که بازرگانی کار حرامی شد و سرگردن گرفتن کار خوبی شد، منتها با مغالطات لفظی و سمنتیک فالسیز رنگ تقدس به دزدی و آدمکشی و سرقت و اینا زدن. سرقت که نیست آقا، غنیمت داری میگیریم. اسیر نگرفتیم، کنیز گرفتیم زن مردم رو. این چیزها رو هیچ آدمی که یک ذره حس انسانی داشته باشه قبول نمیکنه. دوست عزیز، سید جنگ احزاب رو انداختن. بله، ابوسفیان بعد از کشته شدن اونا اومده بودن کاروانشون رو ببرن، اینا رفته بودن مال اونا رو بزنن، جنگ کردن، اینا اونا رو کشتن، چند تا از اینا کشته شد. گریه و زاری بزرگی در گرفت، آه و افسوس بسیاری بود برای بزرگان قریش که در بعد کشته شدن. اونا هم تعدادی عرب جمع کردن، مردان جنگی حدود 3000 نفر آمدن در احد و اینا رو شکست دادن. 80 اندی از اینا کشت. مغالطات در پوست من که نمیره سید که. و این سید آدم خوبی باید باشه. من فکر نمی کنم این نمیدونم جز آخوندا و آدم کشا و نمیدونم آدم فروشا و اینا نمیاد. اما بیچاره شیعه هست دیگه. شیعه باید بچسبه به این مالکی، شیعه دلش به این چیزا خوش کنه. هرگز رویاروی با حقایق که نمیشه، ذهن استدلالی هم لازم نداره. خب حالا کشتن و زدن و بعد که دیگه جایی نبود غارت کنن. خب مکه رو گرفتن، یک قبیله بزرگی بود، اینها جرئت نمی‌کردن با اینا روبرو بشن. بعد که آدم در واقع شمشیر زنان مکه مسلمان شدن به زور، اونم شدن جز اینها. حالا بریم غارت، جنگ حنین و داستان تقسیم غنایم به ابوسفیان و پسراش. هرچی شطور گذاشته بودن فرار کرده بودن، بخش اعظمش به ابوسفیان، طوری که انصار برتافتند از پیغمبر و اینا که ما میریم دنبال کار زنیم، شما هرچی شما بریم جنگ کردیم شطور بلند کنیم، شما همش داریم میدی به قوم خویشات. بعد که آمدن و در حنین هم الحمدلله پیروز شدن و اموال اینها رو گرفتن و اینها، شروع شد حمله به این سو، حمله به اون سو، حمله به این سو، حمله به اون سو. فکر میکنم در این باید شماره کنم از ابتدای موضوع فرار که ایشون گفتن فرار از دهنشون پرید، بعد گفتن هجرت فرمودن، تا در واقع پایان روزگار عمر چندین 10 جنگ بزرگ خونریز شده است توسط این سپاهیان اسلام که این چیز الله رو گسترش بدن با زور شمشیر و انگیزه بهره کشی جنسی و غارت مردم. یک بار دیگه اعلام میکنم که بنده با مسلمان مشکلی ندارم، بنده با بعض این احکام اسلام و استبداد اسلامی است که ما مشکل داریم. با استبداد نهایت برمیگرده به موضوع عدالت و آزادی. یعنی چه کسی وقت داره؟ واقعا وقت ما طلب شد در این کتاب ها، ارزشی ندارن اینا. به این منظور که عرض کنیم که در ریشه هم خبری نبوده، همین کارهایی که اینا میکنن اونها هم میکردن. نفرمایید صدر اسلام نمیدونم چنین بود و چنان بود و فلان بود. همین داستان خشونت و خونریزی و تحمیل موضوع پول بوده و قدرت از ابتدا.